با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و به طور ویژه و خاص به مردم سراسر ایران و با این کشتار هولناکی که صورت گرفته و هممون داغ دیده ایم، اما همچنان ایستاده در صحنه رزم و جنگ. از دیشب این فکر تو ذهنمه، هی به خودم میگم سیامک اگر صحبت نکنی خیانت کردی به خودت، خیانت کردی به مردم. من ناگزیرم این حقایق رو با شما در میان بگذارم. من همیشه در لحظات سخت و سرپست‌های خیلی تاریخی و مهم مجبور بودم تصمیم‌های نهایی و قاطع خودم رو، اون چیزی که در ارتباط با مردم، منافع مردم و میهنمون هست، اتخاذ کنم. اکنون این یکی از سرپست‌هاست با سابقه 47 ساله در صحنه سیاسی و در صحنه رسم. این انقلاب ملی ایران به رهبری پهلوی و خیانت گروه‌های سیاسی به مردم ایران، این منو واداشت تا بیام این ویدیو رو سریعا پر کنم. امروز در چاپخانه بودم که اونجا کار داشتم برای مشکلات تلفنم. یه خانومی که سنشم بالا بود اومد برای کاری، بعد من این پشت نشسته بودم که منتظرم که اون دوستم کمک کنه. بعد به هم گفت که تو اوکی هستی؟ از حالتم فهمید و چشماش، و بهش گفتم یا ما هم شبان روز نداریم، حتی مردم آلمان هم با یه نگاه میفهمن که چه درد و زخمی تو روح و روانمون است. بگذارید تأکید کنم در جنبندی از این اعتراض و خیزش ها که بعضی ها هم عنوان میکنند صنفیست و معیشتیست و غیر اینا، باید صریحا تصریح کنم که این نامش نه اعتراض، نه خیزشه و حتی قیام هم نیست. این نامش انقلاب ملی ایرانه. تأکید میکنم نامش انقلاب ملی ایرانه به رهبری پهلوی، نه خیزش و نه اعتراض. انقلاب ملی ایران بزرگترین سرفصل تاریخی و عبور از هیولای 1400 ساله اسلامگرایی شیعه فناتیک خونخوار است بر همه مردم ایران، بر همه جانباختگانی که تو کف خیابون سینه هاشون رو سپر کردن. عزیزانمون داغدارشون هستیم، مبارک باد. اینها رو اون جوانها رقم زدن با خونهاشون و حالا من ناگزیرم اعتراف کنم که این انقلاب ملی ایران است. همه افراد و جریانها و گروههای سیاسی که به هر نحوی ولو 1% تا همین امروز و همین این ساعت با ضدیت کور، هیستریک و با تحریف و تخریب، ضدیت آشکار، کینه توزانه علیه پهلوی و مردم به پاخاسته در انقلاب ملی ایران هستند، خواه ناخواه بخشی از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی و این خامنه جلاد و نیروهای سرکوبگر انگشت به ماشه در کف خیابان علیه مردم و برای سرکوب هستند. قاطع بی برو برگرد. مرزها رو میخوام شفاف کنیم، دیگه جای چک چونه زدن نیست. کشتارها رو داریم میبینین. مخالفان پهلوی که از تشکیل جبهه ضد فاشیسم علیه پهلوی سخن میگن، به رغم اینکه پهلوی با مواضعی که اتخاذ کرده توی این چند ساله و حتی توی این 40 ساله فردی است که پایبند به دموکراسی و حقوق بشر و بارها هم اعلام کرده، حتی فرزندش پدرش هم نقض کرده، محمد رضا شاه هم نقض کرده و اون زندان‌ها و شکنجه‌ها هم نقض کرده. گفته من هیچ گونه نمیخوام توجیه کنم. شما گروه‌های سیاسی یک بار بگین جنایت و شکنجه و این فسادهایی که در درونتون بوده بیاین اعتراف کنید به مردم. من روشنگری خواهم کرد، همچنان در قبال این مجاهدین، این فرقه پلید روشنگری کردم. 7 سال مستمر دارم صحبت میکنم، سکه پولش کردیم. این افراد که حرفای آقای پهلوی رو شنیدن و اعلام کردن بارها، باید دانسته باشیم که طیف حامیان وسیع پهلوی و متنوعی که هستند، با این حال گروه‌های سیاسی از چپ و راست و هر اسمی که بر روی خودشون میگذارن توی پروپاگاندا و یک کور هماهنگ بغایت دروغ و بی‌شرافتی. کلمات از من نیست،
بی شرافتی پهلوی رو فاشیست خطاب میکنن و که این چشم دوخته به کمک خارجی یا توسط اسرائیل میخواد بر سر کار بیاید. این افراد در گروه‌های سیاسی یا قومی خواه نخواه باید دانسته باشند که رژیم پلید جمهوری اسلامی و خامنه‌ای جلاد به مردم کف خیابان اغتشاشگر و تروریست های مزدور به گیر خارجی معرفی میکند. حالا مخالفین پهلوی که به هر نحو ممکن هیچ کنترلی بر اعمال و رفتار و زبان هیستریک پرچینهشون ندارند و مثل رجبی خائن و پلید هر حرفی که میزنن، هر جمله‌ای که میزنن، سوزنش رو گرامافون روی نام پهلوی گیر کرده و بعد از پایان هر جمله میگه نه شیخ نه شاه و شاه و پهلوی و غیر اینا رو میاره تو حرفاش. یعنی همردیف خامنه‌ای و خمینی، بلکه تنها با کینه و نفرت ذهنیت فاسد شده دهه 40 50 و 60 آزمایش پس داده شده است. این ذهنیت شما ذهنیت عقب مونده و فقط ذهنیت فاسد شده خودتون رو نمایندگی میکنین، نه مردم رو. مخالفان پهلوی بلا استثناء که حرف و زبان سخن از دموکراسی، کثرت‌گرایی، پلورالیسم و نه به اعدام و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه مدنی سخن میگن، اما وقتی به پهلوی میرسه این یکی رو میگیرن قلم. چرا؟ چون در یک ضدیت کور، خونخواهی قبیلگی، عشیرتی عقب مونده با پهلوی از اساس ادعاهای خودشون رو نقض کردند و کاملا زیر پا میگذارن که همون ادعایی که در فوق گفتم، کثرت‌گرایی، حقوق بشر و دموکراسی و حق رأی، حق حاکمیت مردم صندوق رأی، دروغ اینا. یک چپ عاقل، یک چپ منطقی به من نشون بدید که نه روی پا بلکه به صورت معکوس چپ وارو روی سرش نایستاده باشه. اگر چپ عاقلی وجود داشت که سر و ته روی سرش نایستاده باشه، اینک چپ جهانی به یک عکس برگردان یادگاری رنگ تبدیل نشده، رنگ رو رفته تبدیل نشده و بازمانده ای از دهه جهل و ناگاهی 40 50 نبود. اینا باقی مانده همون هستن و از قضا در این 47 سالم هیچ درسی نیاموختند. 20 تا کشور کمونیستی سوسیالیستی داشتیم، یک نمونه توش نبوده که فساد و جنایت و فقر و هلاکت و بدبختی و کشدار نباشه. شما چی رو نمایندگی میکنین؟ چه پشتوانه تاریخی دارین؟ مثل اسلام شما میتونید، حق دارید، درست هم هست مخالف پهلوی باشید، حق شماست. کما که من سیامک نادری جمهوری خواهم، یه جمهوری پارلمانی میخوام. شما میتونید پهلوی رو نقد کنید، اما شما نمیتونید اینها رو طرد کنید، دشمنی مطلق پیشه کنید، زیرا شما با یک فرد به نام پهلوی و گروه طرف نیستید. شما با مردمی که در مقابل گلوله و دستگیری و شکنجه در برابر رژیم این روزها و این خامنه‌ای کف خیابون ایستادن، سینه‌شون رو سپر کردن، این کشتارها صورت گرفته، با این مردم مواجهین. چرا دروغ میگین؟ چرا حق بازی میکنین؟ این کثافته. من به خاطر همین دروغ ها، فسادها، کذابتها از اون رجبی که 58 جون و همه چیز رو گوش در خیالش ایستادم جلوش. مگر نمیبینی چجوری ایستادم؟ تا بون دندان معتقدم فساد جنایتکار تبهکار این فرقه پلید. شما به چه سمتی میرین؟ سوال اینجاست. شما در حرف و زمان میگید که به حاکمیت مردم و آرای مردم و صندوق رأی پایبند هستید، اما در عملکرد شما نشون میده که این دروغ مطلق است. چرا که شما باید به آرای مردم و صندوق رأی خونین شده در کف خیابانها این روزها گردن بگذارید. خود را پیش از این و بدتر از این تخریب نکنید. این ننگ و فضاحت در آینده دامن شما را خواهد گرفت. تک به تکتون رو باید جواب پس بدین، زیرا عصر اینترنت، همه نوشته هاتون ثبت شده. من همه رو دارم، فقط این بر نمیگرده. خواهم گفت این فضاحت در آینده خیلی سریع، شتابان، همجور که یک باره
مثل فوران جهید نام پهلوی، نام شما به ننگ بر زبان مردم خواهد آمد و امکان بروز و ظهور شرافتمندانه در آینده نخواهید داشت. مردم زیر گلوله و شلیک و دستگیری و شکنجه نام پهلوی را صدا میزنند. به من پاسخ بدهید شما به کدام اصول و ارزشی پایبند هستید؟ منهای اون صندوق رأی که از حرفاتون معلومه. صندوق رأی شما ذهن شماست، نه واقعیت های کف خیابون. شما دروغ میگین آشکارا. از همین عصبانیم، از همین خشمگینم، پر خشمم، پر خشم. در جهت خیانت به مردم ایستادید، نه در جهت صف مردم. شعاراتون دروغه، من دارم میخونم همه رو، صبح تا شب کارم اینه. وقاحت تا حدیه که این فرد که سابقش معلوم نیست، تو دادگستری هم کار میکرده، 3-4 سال 4-5 سال آمده، ایمان سلیمانی امیری که فکر میکرد خوش و خیلی انسان معتقد به کرامت و حرمت انسانی میداند و ضد اسلام سخن میگوید. از قضا همین فرد، همونی که اسلام رو نفی میکرد، میگفت خیلی نقل و قول هایی که هست، حدیث هایی که هست، اینا جعل و تحریف و دروغه. حرفاش هم درست بود، اما خودش هم الان عین این آخوندهای حوزه علمیه، عین خمینی، عین خامنه‌ای پلید، همون شیوه پیش گرفته. ایمان سلیمانی تو رو میذارم در ردیف اونا، نه بیشتر از این. لیاقتت هم همینه. روشنگری خواهم کرد، صدات و نوارات هست، پخش خواهم کرد. این فرد که در این چند ساله پیدا شده و در آخرین ویدئویی که روی کانال هست صریحاً جنگ با پهلوی را مشی خودش میدونه و درباره شعارهای مردم در کف خیابان که به سود پهلوی هست خودش رو قیم مردم خطاب کرده و میداند و به مردم میگوید مردم اشتباه میکنن که پهلوی را میخوانند. یعنی که مردم، ببین به زبان اشدش میگه، یعنی مردم با عرض وزارت غلط کردند. غلط تو کردی و اون خامنه‌ای رهبر جنایتکارت. کی رو میخوای فریب بدی؟ من تخصصم تو ابر جنبش هاست، تخصصم تو شناسایی افراده. کار کردم 47 ساله. من از شکنجه های درون رجبی تشکیلاتش اومدم بیرون، مخصوصا بعد اون 17 سال صبح تا شب. یک 4 دیواری 4000 نفره که حاکم و مطلق به عنوان خداست. 17 سال هر بلای سرم آوردن، اما وایستادم. وقتی اومدم بیرون جسدم اومد بیرون. وقتی شروع کردم روشنگری هیچ امونی بهش ندادم، بیرحمانه روشنگری کردم. اون که رجبی بود، رهبر ما بود، خطا کرد، گذاشیمش زیر پا، گذاشیمش کنار خمینی و اون ولایت فقیهش و این خامنه ای. شما که اصلا کسی نیستید، رقم محسوب نمیشید. این فرد چنین توهینی به مردم میکنه، باعث تقاص پس بده، تقاص پس بده. ایمان سلیمانی امیری این قارچ تازه ثبت شده که قبلا ادای آدمهای محترم رو در می آورد، اکنون حتی پس از کشتارها در 2 روز قبل یه ویدیو انتشار داده تحت این عنوان که کربلای 4 انقلاب از رهبری جنایت تا رهبری حماقت. پهلوی میگه حماقت کرده که به مردم گفتم بیا خیابون. خجالت بکش. مردم آمدن کف خیابون، پهلوی هم خبر نداشت. تازه اون زمان تو سفرم بود، مردم صداش زدن. دیجیتالی نبود. تا هفته قبل میگفتین دیجیتالی، صدا گذاری شده است. شرم کنید. چوب پنبه زدین. مردمی که سینه‌هاشون رو سپر میکنن جلو گلوله ها، این چوب پنبه رو از گوش شما خارج میکنن، زبون شما رو کوتاه میکنن با حقیقتی که در کف خیابانا با اون خونهای جوانانمون. من یک بهرام از دست دادم، هزاران دوست از دست دادم. امروز یکی از این دوستانم که فرزندش اومد اینجا مسئله کامپیوتر من حرف کرد، تا از بهرام گاشتم آهنگ زمستونه رو مال افشین مقدم گاشتم، خودم گریم گرفت. شما دیگه کی هستین؟ به چی پای بندین؟ کدوم شرفو داری شما؟ کدوم وجدانو دارین؟ مردم اینجوری کشته میشن، دنبال عقاید پسمانده ذهنتون هستین. فرضاً عقایدتون هم درست، مردم چیز دیگری میخواهند.
اکثریت اینو میخواهند. آخه شرافت داشته باشید. این عملیات کربلای 4 رو که دوران اون خمینی اون 1000 نفر یا چند هزار نفری که اونجوری کشته شدن میدونستن عملیات لو رفته و بازم ادامه دادن و اون کشتار شد و اون قواسان مقایسه میکنه که پهلوی هم عین خمینی کار کرده، مردم رو فرستاد زیر گلوله با ناآگاهی، با حماقتش. کشتار خامنه‌ای این روزا که آمارش میگن 12000 و بعضا میگن 20000 تاست، با عملیات کربلای 4 و با اون شبیه سازی کرده میندازه گردن پهلوی. یعنی داره دشمن اصلی رو قصر در میبره. این جنایتکار، اسم این جنایته، پوشوندن جنایت، همکاری با جنایتکارانه. امیر سلیمانی، شرافت که نداری، حیا و وجدان که نداری، تو هم مثل فرخ نگهدار میذاریم تو صف اونا. این گوی و این میدان. بفرما توضیح بدم. این کثیف‌ترین و پست‌ترین نوع پروپاگاندا به سود خامنه‌ای و منحرف کردن عامل کشتار از خامنه‌ای به پهلوی است. این خیانت به مردم ایران و جوانای کشته شده و خانواده ها و مردم کف خیابان هاست. ایمان سلیمان امیری تنها کسی نبود که چنین کثافاتی رو به سود خامنه‌ای از دهنش تف کرده بیرون. اکثر مخالفان پهلوی، من خوندم، چنین کر هماهنگ کثیفی رو بر زبانهای مختلف، با زبانهای مختلف، به زبانهای مختلف انجام دادن. نوشته هاشون خوندم. اینا اسناده، من جمع میکنم این اسنادو. فردای پیروزی انقلاب این اسناد جلوی مردم خواهید گذاشت. شما باید بیاید جلوی مردم، جلوی افکار عمومی، جلوی همین خانواده های جانباختگان جواب بدین چرا گفتین این کشتارها تقصیرش عاملش پهلوی هست. به هر زبانی که گفتین. بعضیا حق بازی کردن، یه خورده نرمتر گفتن که بعداً پاشو گیر نباشه. حسابتون رو خواهیم رسید. مردم از خائنی نمیگذرن به هیچ وجه. اسب که هر را بنگر. جهت اطلاع شما، اکثر مخالفین پهلوی چنین کار هماهنگی رو انجام دادن و من در مقابل این خیانت ها، این کثافتکاری ها و در بردن خامنه‌ای از جنایت با تمام قوا خواهم ایستاد. اون که رجبی بود با اون روشنگری ها من و دوستانم به این روز فضاحت انداختیمش. شما که 1000 رجبی هم قابل قیاس نیستین با اون عرض طولی که اون به لحاظ سازماندهی، تشکیلات، رهبری، پول و امکانات که داره و جنایتش. تصریح کنم در رابطه با چیزی که امیر سلیمانی نمیداند. 27 دسامبر 2019، تقریبا 7 سال پیش، تو همون سال اولی که اومدم روشنگری کردم که لو رفتن عملیات کربلای 4 به دست رجبی بوده و اون مجاهدین. مقالش هست. لو رفتن عملیات کربلای 4 به دست رجبی، سیامک، نادری. اینو کسی که مستقیم اونجا بوده این سوژه رو داد، شنود کردن، تو بخش ضد اطلاعات سازمان بوده، اسمشو نمیتونم بیارم. اینو منتقل کرد به من. منم همکاریاشو قبلا مثلا تا حدی که به اصطلاح اطلاع داشتیم، اسناد فیلماش اومد که بیرون. آقا اینا رو من روشنگری کردم. پس رجبی هم دخیله در اون کشتارها. اون لو داد به صدام، پولش گرفت. شما حالا رفتین دنبالچه سردمدار شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر شدید. این ننگ بر شما. شرمم میاد، فراتر از اون ننگم میاد. شما دوستان من باشین و بودین. خجالت میکشم. امروز من زجر دارم میکشم. با کیا رفت آمد داشتیم، ولو کرده یک سلام. ننگ خودم میدونم. خانم مینا هدی همین امروز پیام داده، تو فیسبوک دیدم. در آخرین صحبتش اینطور میگه پس از این کشتار باید مردم تحمل نکنن، صبر نکنن، به خیابان ها بیان اعتراض کنن و دیگه جای صبر نیست، باید همه بیان کف خیابون. چرا که این کشتارها شده و ساکت نمونن. ما در خارج هم تظاهرات که خواهیم کرد اینا، اما یک دیکتاتور جدید رو، یعنی پهلوی رو نمیخواهیم. یعنی همونطور که با خامنه‌ای سرخست دارن با پهلوی نیست، 50-50، در حالی که
پهلوی که سرکار نیست که، خامنه ای حاکمه داره که میکشه. بعد توضیح خواهم داد. هر کسی در استدلال در منطق فکر میکند میتواند در برابر این حقایق بایستد، بفرمایید این گوی میدان، این تلویزیون مناظره کنیم در مقابل مردم، بایستی پاسخ بدین. اجازه نمیدین مثل دوران 57 در جهل کبیر ناآگاهی مردم یک خمینی بیاد با اون گروه های دیگه اینو هدایتش کنن، پالکا که اصلا باشن بیادن برسونن تو حاکمیت به عنوان امام ضد امپریالیست. شما چه نوع مارکسیستی هستید؟ پرسش همینه. اون که آقای منصور حکمت بود، رهبر فقید حزب کمونیستی کارگری، ایران رو تحلیل که میکرد، ایران رو به پروژه سیاه یا سناریو سیاه و سناریو سفید تقسیم میکرد، تحلیل میکرد که تو سناریو سیاهش، پروژه سیاهش، این تحلیل مال 1364، تازه پهلوی اون زمان مثل الان رو دور نبود، محو شده بود، دوران انقلاب بود، همه به به و چه چه میگفتن از اون جنایت این پیرکفتار که اومده بود. اون زمان میگفت که پهلوی در سناریو سفیده، یعنی بخشی از این جنبش، بخشی از این مردم هست. شما مگه به رهبر خودتون، تئوریسین خودتون پایبندید؟ شما دیگه چه حزب و گروهی هستید؟ شما از کجا اومدید؟ شما که به تحلیل فرمانده خودتون، مسئول خودتون، رهبر خودتون تو این 40 سال پیش هم پایبند نیستید، در حالی که اگر منصور حکمت الان زنده بود صدای کف خیابانها رو میشنید، این کشته ها رو میدید. تحلیلش دیگه این نبود، از این فراتر بود. دیدید که تحلیل حکمت درست بود؟ شرم کنید. بعد شما مارکسیست هستید؟ مگر ماو نبود که زمانی که کومینتانگ ها که به رهبری چیان کایچک، همین الان که در تایوان حاکم هستند، در زمانی که چین تحت اشغال ژاپن بود، نیروهای ملی که همین کومینتانگ ها بودن، چین کایچک بودن، حمله میکردن به صفوف ارتش ماو راهنمود داد، فرمان داد، اگر اونها به ما حمله کردن، زدن، از ما کشتنم، بر نگردیم باهاشون درگیر کردیم، حتی از پشت هم ما رو زدن، بر نگردین شلیک کنید، از اون فاصله بگیرید، وارد جنگ داخلی نشید، وارد اختلاف تضادهای درونیمون نشیم. دشمن اصلی اشغالگر ژاپن هست. مگر شما نمیفهمید چه نوع مارکسیستی هستید؟ عقب افتاده ها. شما به کدوم اصول و چارچوب‌های مارکسیستی پایبند هستید؟ مگر در یک مبارزه طبقاتی وقتی یه نیروی فاشیسم مذهبی اشغالگر حاکم است خودتون هم تصریح میکنید؟ مگر بورژوازی ملی بخشی از این جنبش نیست؟ پس این کینهاتون مال چیه؟ شما عقده‌های شخصی دارین، شما بیمار هستین، شما سراپا متناقض هستین در تحلیل هاتون و از قضا در حرفتون و بی‌شرافتر از همه دروغ هاتون. چقدر دروغ میگین؟ خانم مینا هدی، شما که 3 ماه پیش من روشنگری کردم، از قول اون پارلمانتر دوستت گفتی که میگه این رژیم یعنی خامنه‌ای بهتر از پهلوی است. روشنگری کردم. اسم چنین برنامه عملی حمایت از اعتراضات نیست خانم مینا هدی. پیش از شما رجبی پلید هم تو خارج کشور رو تبدیل کرده به شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز هم یه شعارهای جدیدتر ساخته، هی شعار تولید میکنه، حتی فیلمای رژیمو ور میداره پخش میکنه بر علیه پهلوی. اینقدر به فضاحت افتاده. اما این خامنه‌ای است که 12,000 یا بیشتر رو تو عرصه 2-3 روز کشته، یعنی برابر با 3 سال 4 سال جنگ اوکراین و روسیه. میبینید بس چیه؟ میدونید چرا مردم از شما فاصله خواهند گرفت؟ هشدار دارم میدم بهتون. حرفای منو نشنیدین. شعارهای کف خیابون اکثریتش با پهلوی است. چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه دوست داشته باشید چه نداشته باشید. وقتی شما علیه شعارهای مردم در کف خیابان داخل کشور علیه پهلوی شعار میدید، یعنی علیه مردم و اعتراضات مردم،
و انقلاب ملی ایران دارید عمل میکنید، هم جبهه با رژیم حاکم و اون کشتارهاش. میفهمید یا نه؟ حق بازی بیل میرم. میفهمید یا نه؟ من ترکم، زبان ترکم حالیم میشه، بیل میرم. بودورکوار همینی که هست. هشدار میدم سال 57 رو میتونیم با اغماس، اونا که در سطح رهبری بودن، یک خطای تاریخی قلمداد کنیم. اما عملکرد کنونی شما حتی بعد از بزرگترین کشتار رژیم تو حیات 47 سالش، شما باز هم منویات شخصی، گروهی و آرمانی خودتون علیه مردم و در مقابل مردم ایستادید. این خطا نیست، بدون هیچ تعارف و رودرباسی. این خیانت به مردم ایرانه، این خیانت به جوانان، خیانت به اون کشته شدگان، این خیانت به این میهنه که با دستای خالیشون سینه هاشون رو سپر کردن جلو گلوله های مردم. میدونید هر جوونی که کشته میشه مادرش هم باش کشته میشه، روح و روانش زجر میکشه. میدونید دادخواه بودن معنیش چیه؟ من کیسه های اجساد رو دیدم تو قتل عام 67 از پشت پنجره دیدم این کیسه ها رو که بار زده بودن تو اون کانتینر. تو دادگاه حمید نوری هم عنوان کردم. شما چرا دروغ میگین؟ سوالم اینجاست. شرم کنید. تو دادگاه حمید نوری من بر علیه حمید نوری هم دروغ نگفتم. دادستان 3 بار بهم گفت سیامک دیدی حمید نوری تو رو برد؟ یادم نبود، چون 2 تا سکته مغزی هم پشت سر هم کرده بودم، سومیش بود. گناهم چیه؟ منم خودم آلوده کنم دروغ بگم؟ خب منم میشم رجبی، منم میشم خمینی. شرم کنین از دروغ گفتن. اصل اینترنت نوشتهاتون هست. خانم مهرنوش موسوی نوشته یه روز قبلش با 3 روز قبلش 180 درجه فاصله است. نیما سربستانی یه مقاله نوشته چپا رو نقد کرده و گروه سیاسی رو. این خانم فحاشی کرده، تهمت زده، انگ زده. آخه شما کی هستین؟ شما توی فنجون، توی لیوان فنجون فکر می‌کنید دارین طوفان میکنین. 200 تا کلیک همیشگی دور و براتون که هستند. خانم شما که انقلاب زن زندگی آزادی تو 16 آذر ماه آخرین روزش بود، تو اون حیث بیس اومدین نمیدونم روزنامه کف خیابان رو چاپ میکردین، سرکوب که شد رفت، شما هم 4 ماه رفتین سفر، در حالی که اون موقع ایستادن بود که مردم که رفتن سرکوب شدن زیر اون فشارها. شما باید میایستادین، امید بیادین به این مردم. اون سرکوب تعمیق انقلاب بود. مگر این حرکت جدای از انقلاب زن زندگی آزادیه، جدای از آبان ماهه، جدای از ده 60، اون جنبش سبزه، از 30 خرداد، از همون فردای اعدام‌های پشت بام مدرسه رفاه. شما که میگیم محکوم میکنیم اون اعدام‌ها رو، اون زمان که حمایت کرده بودین، مگر نمیدونین شعار مرگ منش چیه؟ یعنی میکشیم. حرف خودش نوعی عمل است. بعد پهلوی رو شخص خودش میگم، شخص خودش رو با فرهنگی که داره. من ندیدم یه نیروی سیاسی مثل آقای پهلوی این همه بهش فحاشی، دریدگی، وقاحت به خرج بدن. شما حرمتی برای همسرش گذاشتین و آقای پهلوی تا حالا چیزی نگه. این بهترین شناسایی برای مردم بیخود نیست میگن پهلوی شما رو آزمایش کردن 47 سال. من سیامک نادری از دیشب تا حالا زخمیم. میگم سیامک بیا همین حقایق رو بگو، اگر فردا بگی دیر است. اینا دارن خیانت میکنن به مردم ایران. کشتار کردین، چجور روتون میشه به مردم نگاه کنین با بی حیایی تمام، بی شرمی تمام، بازم حمله کنین به پهلوی. کشتار اون داره که انجام میده. من شرم دارم شما دوستان من باشید، من شرم دارم با شما ارتباط داشته باشم و بعد از این ننگ دارم با چنین افراد گروه هایی باشم که منافع حزب و منفیات شخصی و مغزهای پوسیده طوری که تحلیل هاشونو به مردم زخمی و خونین کف خیابان ها مرجح میدونن. شرم آور میدونم. بارها گفتم هیچ کس نمیتواند در برابر حقیقت بایستد، هیچ کس. چرا که بالاترین، قوی ترین، کوبنده ترین از حقیقت هیچ چیز دیگری وجود ندارد، حقیقت محض. من هم فردا اومدم عکس این حرفا رو زدم، من هم خائن هستم، من هم پست و بیشرف هستم. توف کنیم به صورت من. این ننگ بر اینا.
قتل عام 67 منم بودم، بهرام و گیتاریست افشین مقدم بود. امروزم برای پسر اون دوستم که اومد کامپیوتر گذاشت تا روشن کردم بهرام گریم گرفت. رفتم. افرادی مثل من 20,000 تا هست در خانواده ها، اونا هم خواهر برادر دارن، چرا زخمیشون میکنید؟ مگه صندوق رأی نیست؟ صندوق رأی از این حقیقی تر که کف خیابون خون میدن، دختر جوان سینه‌شون سپر میکنن میگن پهلوی، شما میگین صندوق رأی؟ ای شرم بر شما، این ننگ بر شما. بنابراین با تمامی افراد و جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هشدار میدم و تصریح میکنم: یک، اول باید در عمل ثابت کنید که بخشی از جریان مردم هستید، برادر مردم هستید، خواهر مردم هستید. بخشی از جریان بودن به معنای شعار علیه پهلوی و روزخوانی روزانه و منبر رفتن آخوندی علیه پهلوی، همچون روزخوانی یزید و معاویه و شمر و خولی و ابن ملجم و نمیدونم اون ابن زیادها مثلا نیست. ما چپ آخوند صفت روزخوان نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم و نمیخوایم چنین چپایی رو. گورشون رو گم کنن این آخوندهای چپ. منظورم فرخ نگهدار نیست، اون که خائنه، من شاهدشم. محاکمه خواهیم کرد این و رجبی رو. هشدار میدم حواستون رو جمع کنید. میبخشید. دوم، قرائت مارکسیستی دهه 40-50 نه جاذب من بلکه دافع منده برای نسل کنونی. آقایان و خانم های مارکسیست، شما نمیتونید در سنین میانسالی و پیری حتی که 60-70 سالگی هستید همان لباس بچگیتون و کودکیتون ترتون کنید و به خیابون بیایید. قبل از اینکه به خیابون بیایید یه بار برید جلو آینه، ببین تو سن 60-70 سالگی همون حرفای 40 سال پیشی که آزمایش پس دادش الان فهمیدیم. انگار که 57 ما نمیدونستیم خمینی کیه، ولی الان که فهمیدیم. الان کسی بیاد از گروه چپا مثل این نکبت تمام عیار فرخ نگهدار که بی شرمانه میگه اون 10 نفر هم کشته شدن زیر دست پا موندن، من اومدم گفتم حتما تظاهرات میلیونی بوده که زیر دست پا موندن، مگه جهنده؟ آیا 12,000 20,000 نفر هم زیر دست پا موندن؟ آیا قتل عام 67 که منم اونجا بودم اونا زیر پا موندن؟ اینقدر دروغ و وقاحت و دریدگی که در این هست، شما خودتون رو بذارین تو آینه فرخ نگهدار و ملیحه مقدم و اون کثافت های دیگر. چه خطی رو دارین میرین با مردم؟ چه برای سر مردم میارین؟ تمام قوا، شما که اصلا رقمی نیستین، آنچنان میستن جلوتون تمام عیار. بفرمایید این گوی این میدان، این لباس رو تنتون کنید، در مقابل آینه واسطی شاهد کمدی درام نظر و عمل خود باشید در برابر مردم. هشدار میدم اکنون سال 57 نیست که عصر کبیر آگاهی مردم باشد. این جهان و پیشرفت‌های شگرفش همه جانبش در عصر دیجیتال به اندازه مغزهای کوچک و فندقی باقی مانده شما از اون دهه ها نیست. دنیا رشد کرده و مغز شما در یک نگرش های دهه 40-50 اون مدل که آزمایش پس داده است استوب زده، مونده، فسیل شده. همچنان که شاهد انقلاب مردم ایران برای گذار تاریخی از امت به ملت هستیم. بهترین زمان برای شناخت ماهیت افراد و جریان هاست این سرفصل‌ها. همیشه قانونمند تجربه‌اینه در سرفصل‌هایی مثل همین 2 هفته اخیر، بیش از 2 هفته اخیر، و که خیلی کف خیابون ها هم خونین بار بوده و افراد و جریان‌های سیاسی بهترین آزمایش خودشون رو پس خواهند داد و پس دارن میدن و مردم شناسای حقیقت درون این جریان‌های هستند که عقده‌های خودشون رو نمایندگی میکنند که چگونه الان حتی با این کشته ها علیه مردم و صف مردم و صف جانبازان کف خیابون هستند. این شما و این مردم، تاکید میکنم این کار خیانت به مردم ایرانه، خطا نیست. مرد شور اون تحلیل ها و گروهاتون و همتون رو ببره. گروه به چه دردی میخوره؟ مبارزه با رژیم میکنی؟ چرا فلشو حتی 50-50 نه، زبونتون فقط ضد پهلوی که میچرخه. بعد من سیامک نادری مگه مثل شماها نبودم؟ چطور من فهمیدم؟ خیلی سریع. آخه من جنایت و کثافتکاری این رجعه تشکیلاتش دیدم، تو گروه های دیگرم بوده، کم و بیش، کمتر، چون رو 4 دیوار اختیاری مثل اشرف و تو عراق اینا نداشتن.
اگر اونها هم داشتن، مثل جریان روستای آپیلون که چریک های فدایی رو نابود کرد، زدن همدیگر رو کشتن، بعدم به فساد و تبهکاری کشیده شدن. چقدر انفعال. شما چی کارنامه‌ای دارید؟ تاکید میکنم این انقلاب مردم ایرانه، یا در صف مردمین یا یک سویه، در یک مونیسم آشکار بی شکاف رو به سوی رژیم هستید، یا بخشی از این رژیم پروپاگانداش و نیابتیاش هستید. بفرمایید این سرفصل و این آزمایش تاریخی شما. درود بر مردم کف خیابان ها، یقین کنید این انقلاب پیروز خواهد شد. میبخشید خشمگینم، 47 سال ما داریم خون میدیم، زجر میکشیم. این بار دیگه نمیخوایم شکست بخوریم، میخوایم سرنگون کنیم. هر کی میخواد تبدیل بشه به زباله خامنه‌ای و این سرکوبگرا، بفرمایید بریم سمتش. 1% کسی ضد پهلوی تهاجم کنه، حرف بزنه، 1% تخریب کنه، پروپاگاندا کنه، بخشی از این رژیم است. میتونین نقد کنین، میتونین بررسی کنین، میتونین باهاش حتی وحدت نکنین، حمایتش که نکنید، نقدش کنید، انتقاد کنید، اما دشمنی کنوتوزانه این اون دشمنی که با خامنه‌ای دارین، این اسمش سیاست نیست، این کثافته. تمام.